خب پرونده‌ای که امروز میخوام براتون کاور بکنم در مورد اولین قاتل سریالی شناخته شده تو کل ایران هست. این عملاً میخوایم پرونده قتل‌های اولین قاتل سریالی کل ایران رو که مال حدوداً 150 سال پیش بوده فعالیتش رو با هم دیگه کاور کنیم. خب قبل از اینکه بخوام ویدیو شروع بکنم چند تا نکته هست که باید بهتون بگم. همیشه بهتون میگم اگر زیر 15 سال هستین، ناراحتی قلبی دارین یا ناراحتی روحی روانی دارین، ویدیو رو نبینین. اگر زیر 15 سال هستین در کنار پدر و مادرتون ببینین که قطعا این کارو نمی‌کنین. هر چقدر من بهتون میگم کار خودتون انجام میدین، پس با مسئولیت خودتون ویدیو رو ببینید. دومین مورد، این پرونده که من امروز میخوام کاور بکنم مال حدود 200 سال پیشه. اطلاعات خیلی زیادی در موردش در دسترس نیست. اگرم هست مثلا چند تا منبع مختلف داره. توی منبع گفتن فلان اتفاق افتاده، توی منبع دیگه گفتن یه اتفاق دیگه افتاده. ولی من سعی کردم که نه، من تمام اطلاعاتی که وجود داشت تو سطح اینترنت رو گشتم واسهتون پیدا کردم و تو این ویدیو میخوام بگم. پس بهتون اطمینان میدم که این ویدیو کامل ترین ویدیو در مورد پرونده جنایی علی اصغر بروجردی معروف اصغر قاتله. با خیال راحت بشین ببینین، نیازی نیست برین ویدیوی دیگه تو یوتیوب ببینین. من همه چی رو بهتون گفتم. مورد سوم، بچه‌ها من خیلی کم دارم فعالیت میکنم. الان فکر میکنم بعد از دو ماه دارم ویدیو میذارم. امروز یهو جوگیر شدم کاراشو انجام دادم چون خیلی من هستم. ولی به هر حال دارم این کار براتون انجام میدم. خونم الان کثیفه، خودم خیلی خوابم میاد، ولی دارم ویدیو واسهتون درست میکنم. پس اگر ویدیو رو دوست داشتین، میبینین که کیفیت ویدیو هم خیلی بالاه، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم که شروع بکنیم. علی اصغر بروجردی معروف اصغر قاتل تو سال 1287 هجری شمسی، یعنی حدوداً 220 سال پیش توی بروجرد به دنیا اومده و همینجا داستان ما از همین اول با دوگانگی شروع میشه. توی یه سری منابع گفتن 1287، توی یه سری دیگه از منابع گفتن 1272. حالا من نمیدونم کدومش درسته. و یه نکته خیلی جالب، من تو بروجرد دارم زندگی میکنم و اینجا هم به دنیا اومدم و این قاتلم بروجردیه و حقیقتا احساس خاصی ندارم. بگذاریم بیاین یه مقداری برگردیم در مورد پیشینه علی اصغر بروجردی و خانواده‌اش واسهتون بگم. پدر بزرگش زلفعلی بروجردی یه راهزن بوده، یعنی تو سال 1100 تقریبا راهزنی میکرده تو راه ملایر بروجرد و عراق. هر کاروانی که میومده رد بشه این راهش رو میزده و شروع میکرده به غارت کردن. حالا این بابا بزرگش بود. بابای خود اصغر قاتل یه مقداری با بابا بزرگ فرق داشت. این راهزنیه رو میکرد و کسایی که توی اون کاروانا می اومدن میرفتن اونا رو به قتل میرسونده. میگن که حدوداً 40 نفر رو با دستای خودش خفه کرده و اگر بخوایم دقیق حساب بکنیم اولین قاتل سریالی ایران همین بابای علی اصغر، ولی چون که چیز زیادی در مورد پروندهش وجود نداره و اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، چه شکلی قتل انجام شدن، میتونیم بگیم که اولین قاتل نبوده. ولی خب اولین قاتل بوده، اما اولین قاتل شناخته شده رسمی علی اصغره. کلا خانوادگی دستی داخل جرم و جنایت داشتن، یعنی تو سرشون میزدی یا راهزن بودن یا قاتل بودن یا متجاوز بودن یا غیره. داشتم باباشو براتون میگفتم. باباش اینجوری بوده که راهزنی میکرده، علاوه بر اینکه راهزنی میکرده، غارت میکرده، تجاوز میکرده، خیلی از کسایی هم تو کاروانا بودن رو میکشته. 40 نفر رو با دستای خالی کشته. یعنی اینجوری بود که قشنگ یه تنه میزده به یه کاروان، از پا در می آورده، غارتاشو میکرده، میزده بیرون و به خاطر همین خیلی معروف بوده. و بعد از این مدت خیلی کوتاهی انگار پلیس در موردش متوجه میشن، یه سری چیزا در موردش میشنون و تحت تعقیب میشه. به خاطر همین از ایران فرار میکنه به بغداد که یه شهر داخل عراق. یه سری هم میگن نتونسته فرار بکنه به عراق. در واقع همون موقعی که داشتن دنبالش میگشتن تحت تعقیب بوده، توسط قوای قزاق گرفته میشه و میکشنش، اعدامش میکنن، یعنی سربر نیستش میکنن. حالا قوای قزاق چیه؟ قوای قزاق یه ارگانیه شبیه لشکر، شبیه گروه، شبیه یه گروه از آدمایی که دارن با هم یه فعالیت پلیس مانند انجام میدن که توسط ناصرالدین شاه جایگذاری شده. اگه بخوام خیلی ساده‌تر واسهتون توضیح بدم، مثلا بسیج و سپاه پاسداران خودمون که الان داریم که تقریبا میشه گفت یه جورایی مثل پلیس دارن عمل میکنن ولی پلیس نیستن، اینا هم یه همچین حالتی بوده. اون موقع نظمیه بوده و قوای قزاق، یعنی این دوتا بودن و قوای قزاق میگیرن بابای اصغر قاتل رو تو ایران میکشن. حالا نمیدونیم که تونسته فرار بکنه یا اینا کشتنش. خلاصه که دیگه اطلاعاتی در مورد پدرش یا پدر بزرگش در دسترس نیست. یه راست بریم سر داستان خود علی اصغر بروجردی. علی اصغر
اطلاعاتی از باباش نداره، باباشو نمیشناسه، هیچ وقت ندیدتش. حالا یا موقعی که هنوز به دنیا نیومده بوده باباشو گرفتن کشتن یا به عراق فرار کرده، یا موقعی که خیلی بچه بوده این اتفاق واسش افتاده. به هر حال مهم نیست، مهم اینه که علیاصغر باباشو نمیشناسه. در مورد خانواده‌اش بهتون بگم اینه که مامانشون هنوزم داره از بچه‌ها نگهداری میکنه و علیاصغر 2 تا برادر بزرگتر و 1 خواهر بزرگتر از خودش داره. اسم داداشاش رضا و تقی هستن و اسم خواهرش و مادرش رو نمیدونیم به خاطری که خیلی غیرتی بودن، نمیدونیم اسمشون چی بوده، فقط اسم داداشاشو میدونیم. خلاصه که وقتی که 7 سالش میشه مامانش بهش میگه که بابات یک سرباز بوده که توی یه جنگی شهید شده. بهش نمیگه بابا چه کاره بوده، در واقع قاتل بوده راهزن بوده، میگه یه سرباز بوده توی جنگ شهید شده. حالا ما میخوایم به خاطر اینکه روحشو شاد نگه داریم بریم زیارت به سمت عراق و تو همون بغداد یه زیارتی بکنیم. به بهونه زیارت میرن بغداد و همونجا موندگار میشن، خونه‌شون رو همونجا میسازن و شروع میکنن به کار کردن. خیلی زود توی بغداد خودشون رو جا میندازن، با مردم ارتباط میگیرن و انگار که از اول اونجا بودن. یه زندگی خوب نرمال معمولی داشتن نسبت به بقیه مردم عراق. دقیقاً اینا هم همونجوری به طور معمول داشتن زندگی میکردن تو عراق و خب همونجوری زندگیشون داشته میگذشته. علیاصغر مدرسه میرفته و بقیه داداشاش سر کار میرفتن، خواهرش تو خونه بوده، مادرش تو خونه بوده، تا اینکه یکی از داداشاش یه سفره خونه یا قهوه خونه باز میکنه و علیاصغر علاوه بر اینکه درس میخونه میره پیش داداشش هم وای میسته و تو سفره خونه داداشش هم کار میکنه. بعد از این مدتی که دارن کار میکنن میبینن کار واسهشون خوبه، جواب میده، درآمدش خوبه، میگن خب چیکار بکنیم که درآمدمون رو بیشتر بکنیم، بیایم تنقلات هم بفروشیم در کنار اینکه سفره خونه داریم، قهوه خونه داریم. همینجا علیاصغری که 13-14 سالشه شروع میکنه به تنقلات و خشکبار و آجیل فروختن به بچه‌های دبستانی و بچه‌هایی که تو کوچه خیابون داشتن بازی میکردن. یواش یواش از کاری که داره انجام میده خوشش میاد و به پسر بچه‌ها به شدت علاقه‌مند میشه و شروع میکنه با همون تنقلات و آجی و شکلاتی که تو دستش بوده بچه‌ها رو گول میزده، میبرده بهشون تجاوز میکرده و بعد ولشون میکرده. و دقت بکنین که علیاصغر اینجا خودش 13-14 سالشه و داره به بچه‌ها تجاوز میکنه. چه خبرته مرد، بذار یه ذره بزرگتر بشی. البته خیلی‌ها میگن که کلا جثه‌شون به صورت خانوادگی و ژنتیکی بزرگ بوده، به خاطر همینم بوده که بابا و بابا بزرگش یه تنه میرفتن یه کاروانو از دور خارج میکردن با دستای خالی، چون که خیلی قوی هیکل بودن. به خاطر همین علیاصغر تو همون موقعی که 13-14 سالش بوده انگار که مثلا 20 سالش بوده، 18 سالش بوده، انقدر جثه‌اش بزرگ بوده که همه فکر می‌کردن سنش خیلی بالاتر. واسه همینم زورش نسبت به بقیه بچه‌های همسن و سال خودش بیشتر بوده. از همین موضوع هم خیلی لذت می‌برده، خوشش میومده و زور میگفته، زورگیری می‌کرده، تجاوز می‌کرده، اغفال می‌کرده و هر بلایی که دلش می‌خواسته سر اون بچه‌ها می‌آورده. و این تجاوز کردن به بچه‌ها همینجوری ادامه داره تو همون 13-14 سالگی، یعنی به بچه‌های خیلی زیادی تجاوزش رو همینجوری داشته می‌کرده تا اینکه بالاخره یکی از اون بچه‌ها میره و باباش میگه بابا اصغر این بلا رو سر من آورد. باباش هم میره شکایت میکنه از اصغر و اصغر رو همونجا پلیس بغداد دستگیرش میکنن. ولی بعد از چند روز که تو بازداشتگاه میمونه خانواده اون پسر بچه میان رضایت میدن و همه فکر میکنن خب یه گیدو به گیدوی ساده بچگونه بوده دیگه، چه چیز مهمی ممکنه این وسط پیش اومده باشه. 2 تا بچه هم با هم دیگه حالا یه کاری کردن، ولشون کنیم برن پی کارشون. و علیاصغر برای اولین بار تو زندگیش میفته زندان و بعد از چند روز به راحتی آزاد میشه. خیالش دیگه راحت میشه که آقا من هر کاری هم بکنم هیچ کس کاری بام نداره. به خاطر همین از بازداشتگاه که میاد بیرون دوباره شروع میکنه به تجاوز و اغفال و زورگیری کردن از بچه‌های کوچولی که خودش هم بهشون میگفته قند عسل. یعنی نمیدونم چرا به بچه‌های همسن و سال دیگه جون چه قند و عسلی هستی تو. این دفعه که از بازداشتگاه میاد بیرون یه زمان طولانی تری رو میتونه تجاوز بکنه و بچه‌های مردم رو گول بزنه، زورگیری بکنه. 4 سال، یعنی از 14 سالگی تا 18 سالگی این کار داشته ادامه میداده. اگه یادتون باشه بار قبلی کلا 1 سال هم طول نکشید که گرفتن انداختنش بازداشتگاه. این دفعه 4 سال طول میکشه و بالاخره توی سن 18 سالگی به خاطر اینکه لو میره به 5 تا کودک تجاوز کرده دوباره میگیرن دستگیرش میکنن و این بابا خودشون میگن که نه بابا مثلا اینکه یه مشکلی داره، بذار بهش 9 سال حبس بدیم و 9 سال زندانیش میکنن. و علیاصغر توی 9 سالی که توی زندانه خیلی نرماله توی زندان، یعنی خیلی آدم خونسردیه، با همه میگه، میخنده، انگار نه انگار که اصلا تجاوز کرده به کسی. مثلا یه زندگی عادی توی زندان داره دیگه، اصلا با زندگی توی خونش هیچ فرقی نداشته. و یه نکته مهم بهتون بگم اینه که علیاصغر
همجنسگرا نبوده. شاید فکر بکنید چون که پسر بچه ها بیشتر تجاوز میکرده همجنسگرا بوده، ولی خب توی زندان هیچ اتفاقی با هیچ کدوم از مردای همسن و سالش بینشون نیفتاد، یا حداقل ما نمیدونیم. میدونیم منظورم چیه؟ اگه همجنسگرا بود توی زندانم با مردای همسن و سالش حالا یه کارایی میکرد، ولی نکرده، یا حداقل ما نمیدونیم. به خاطر همین اینجا نمیشه به قطع گفت که گرایشش چی بوده، ولی میدونیم که پدوفیل و بچه باز بوده و این بیماری رو داشته. حالا اینم برای اطلاعات خودتون گفتم. بعد از این 9 سال که از زندان آزاد میشه، به برادرش میگه داداش بیا برا من زن بگیر، من دیگه خسته شدم، میخوام زن داشته باشم. داداشش هم میگه نه، برات زن نمیگیریم. علیاصغر هم میگه اینجوریه، حالا که اینجوری شد من همینجوری ادامه میدم به تجاوز کردن پسر بچه ها، ببینم چی کار میخوای بکنی. دوباره شروع میکنه به تجاوز کردن بچه های کوچیک. اینجا 27 سالشه اگه اشتباه نکنم، 18 سالش بود، 9 سال زندان. اینجا 27 سالشه و داره بچهای کوچیک تجاوز میکنه. علاوه بر اینکه خودش داره تجاوز میکنه، یه گروه دوستی، یه اکیپ هم پیدا کرده که اونا هم همه مثل خودش بچه بازن. یعنی شما فکر بکنین که میرفته تو اکیپ کنار دوستاش تو سفره خونه میشستن، یا مثلا شب خونه یکی از دوستاش دعوت میشدن، میگفتن خب چیکار بکنیم، حوصله‌مون سر رفته، پاسور بازی کنیم، نه سیگار بکشیم، نه مشروب بخوریم، نه یه پسر بچه داره از اونجا رد میشه بیاریم بهش تجاوز کنیم. همه میگفتن آره بیاریم تجاوز. و خلاصه اینجوری بوده که 4 تا دوست مثل خودش داشته که همشون بچه باز بودن و اینا اکیپی میرفتن تجاوز میکردن بچه‌ها دیگه. یه شب از همین شب نشینیای قشنگی که با هم دیگه داشتن و داشتن فکر میکردن که به کدوم بچه تجاوز بکنن در کنار هم دیگه، علیاصغر چشمش میفته به شاگرد نجاری که توی محلشون زندگی میکرده. میبینه چقدر سفید مفید توپل مپل، اینم خوراک امشبمون دیگه. اونو میارن و 5 نفری بهش تجاوز میکنن و این تجاوزشون لو میره و پلیس دستگیرشون میکنن و بلای علیاصغر 2 سال دیگه حبس میبرن. من نمیدونم چرا 2 سال واقعا واسه همچین جنایت بزرگی آدم دیگه باید حبس ابد بگیره. بابا قبلا به اون همه بچه تجاوز کرده بود، الان به یه دونه دیگه 5 نفری تجاوز کردن. خب اینو چرا 2 سال فقط بگیم بندازیم تو هولفتون دیگه، نذارید بیاد بیرون دیگه. خلاصه که 2 سال دیگه بهش حبس میدن و بعد از 2 سال از زندان میاد بیرون. این دفعه پلیس خیلی زیر نظرش دارن. درسته که آزادش کردن، بعد از 2 سال از زندان اومده بیرون، تو خونه خودش داره زندگی میکنه، ولی خیلی تحت نظره. هر شب میرن در خونهش نگاه میکنن، چک میکنن که علیاصغر خونه باشه، یه موقع دست از پا نجنبونه، یه موقع خطایی نکنه، یه موقع به حس دیگه تجاوز نکنه. به خاطر همین علیاصغر با خودش فکر میکنه چی کار بکنم که این دفعه لو نرم؟ هر کسی رو که بهش تجاوز کردم میکشمش، و همین سادگی. و شروع میکنه علاوه بر تجاوز کردن و زورگیری به کشتن مقتولین خودش. و میدونین چند نفر رو توی عراق کشته؟ 25 نفر. 25 نفر رو تو عراق میکشه. و طریقه قتلش هم اینجوری بوده که میگرفته با شکلات و آب نبات گولشون میزده، میآورده خونه. بعد از اینکه حسابی باهاشون عشق و حال میکرده، خیلیاشون هم زیر دستش البته جون میدادن یا از حال میرفتن، بعد از اینکه کارش باهاشون تمام میشده اونا رو میکشته یا سرشون رو قطع میکرده، بدنشون رو تیکه تیکه میکرده، توی جای جای شهر قایم میکرده، مثلا میرفته یه جایی دفنشون میکرده، آتیش میزده، یا اینکه یهو مثلا جسد کامل رو مینداخته توی رودی که نزدیک شهرشون وجود داشته. خلاصه که یه جایی برای سربنیز کردنشون پیدا میکرده و بعد از 25 قتل هم گیرش ننداختن. یه شب طبق معمول دوباره داره میره یه پسر بچه سفید مفید توپل، اصلا کلا کیساش سفید مفید توپل بودن، پسر بچهای کوچولو، اینو میره گیر میاره، پیدا میکنه، بهش تجاوز میکنه و در حینی که داره به اون پسر بچه تجاوز میکنه، اون پسر بچه زیر دستش از حال میره، قش میکنه. و علیاصغر اصلا براش مهم نبوده، چون به هر حال بعد از اینکه کارش تموم شد، عشق و حالشو با پسر بچه کرد، میخواسته بکشتش دیگه. حالا خودش از حال رفته، چه بهتر، نیازی نیست دیگه زیاد زحمت بکشه. وقتی که داره بدنش رو سر به نیست میکنه، متوجه میشه یه نفر داره نگاش میکنه. خاطر همین قبل از اینکه اصلا پلیس بخوان بیان بگیرنش، اون یه نفر بره لوش بده یا اصلا ببینه شناسایی میشه یا نه، خودش شروع میکنه حرکت میکنه به سمت ایران، فرار میکنه به سمت ایران. دوباره خودش تعریف میکنه، میگه که 1.5 ماه طول کشیده که از بغداد با پای پیاده برسه به بروجرد. همین که میرسه به بروجرد، میگرده دنبال فک و فامیلش، ببینه اصلا کسی رو داره توی بروجرد که بره پیشش یه مدت بمونه زندگی بکنه. با هزار بدبختی خالش رو پیدا میکنه. یه مدت میره خونه خالش زندگی میکنه. بعد از چند مدت خالش متوجه میشه که گوشواره هایی که من داشتم نیستن ها، نکنه علیاصغر اینا رو دزدیده. و بعد متوجه میشن که آره علیاصغر اینا رو دزدیده و با پولشون که برده فروخته شغل
قالی بافی رو شروع کرده، داشته قالی بافی میکرده. به خاطر همین ازش شکایت میکنه و علی اصغر رو توی ایران، توی بروجرد، بعد از اینکه تازه میرسه دستگیر میکنه و میندازن بازداشتگاه. 1-2 ماه هم اونجا میمونه توی زندانه به خاطر اینکه ازش شکایت شده و خالش میگه خب 2 تا گوشواره اونقدرم ارزش نداشت که به خاطرش خواهرزاده‌مو بندازم زندان. میره رضایت میده و آزاد میشه. همین که آزاد میشه تصمیم میگیره دیگه توی بروجرد نمونه، میخواسته بره تهران. حالا نمیدونم چرا میخواسته بره تهران، هدفش چی بوده، ولی شروع میکنه حرکت میکنه به سمت تهران. یه مدت توی قم میمونه و بعد از قم میره توی تهران. توی تهران هم چون که کسی رو نداشته بره پیشش بمونه، توی کاروانسرای رضاخان یه اتاق میگیره و همونجا زندگیشو شروع میکنه. همونجا شروع میکنه زندگی کردن، همونجا میمونه کلا. بچه‌ها نمیدونم چرا من یه عادتی دارم، یه چیزی که خیلی ساده است رو چند بار توضیح میدم به زبون مختلف. مثلا الان همونجا میره میمونه و همونجا زندگی میکنه، مثلا چه جور دیگه میشد گفتش که قابل درک باشه؟ خب ساده است دیگه، چرا من 3 جور مختلف اینو گفتم؟ نمیدونم. بعد از اینکه کامل داخل کاروانسرای رضاخان جا میفته و زندگیش یه مقداری رونق پیدا میکنه، میگه خب یه شغلی هم الان باید داشته باشم که منبع درآمدم باشه دیگه. به نظرتون چه شغلی رو انتخاب میکنم؟ بامیه فروشی. نه از این بامیه های سبزیجات ها، بامیه های هستن که توی ماه رمضان میخوریم، شیرینی ها. و میبرده دم در مدرسه های پسرونه اینا رو میفروخته و حدس بزنین علاوه بر فروش بامیه چه کار میکرده؟ آفرین، پسر بچه ها رو گول میزده و بهشون تجاوز میکرده. ولی خب این دفعه بیشتر طعمه هایی که انتخاب میکرد از بین پسر بچه ها نبود. چرا؟ لابلاش یه مقداری پسر بچه هم میگرفت، تجاوز میکرد، میکشت، ولی بیشتر میرفته سمت نوجوانایی که از شهرستان اومده بودن تهران که کار پیدا بکنن، یه کمک خرجی واسه خانواده‌شون باشن. اونا رو میبرده گول میزده و میکشتشون. حالا چطوری گولشون میزده؟ بهشون میگفته که شغل بامیه فروشی یه شغل خیلی پردرآمده، تو بیا شاگرد من باش، اینم یه سینی، اینم بامیه، بیا کنار من وایسا بامیه بفروش. اینجوری گولشون میزده و شبا میبرده داخل همون اتاقی که داخل کاروانسرای رضاخان داشته، تجاوزش رو انجام میداده و یه جوری بدنشون رو سربنیست می‌کرده. و توی مدت خیلی کمی موفق میشه به 8 تا پسر نوجوان و یا بچه تجاوز بکنه و بکشتشون. جسداشون هم می‌برده مینداخته توی جنوب تهران، توی محله به اسم چی بود؟ شترخان. اونجا جسدا رو ول می‌کرده. یکی رو مینداخته تو رود، یکی رو خاک می‌کرده، یکی رو همینجوری مینداخته تو پارک. خلاصه اگه هر جا دستش میومده یه جسدی پرت می‌کرده اونجا. و یه مدت که میگذره مردم میترسن. خب بالاخره شما فکر کن داخل یه محله داری زندگی می‌کنی، هر روز راه میری پات می‌خوره به یه جمجمه، پات می‌خوره به یه جسد بچه و این ترسناکه دیگه. همه ترسیده بودن تا اینکه توی 10 دی ماه سال 1312 یه چوپان نوجوان داشته گوسفنداشو چرا میداده که میرسه به یه قلعه خرابه بوده داخل محله شترخان. گوسفندا رو میبره اونجا که اونا چرا بکنن و توی اون قلعه سر بریده یه پسر بچه رو پیدا میکنه. اینو که میبینه وحشت میکنه و به سریع ترین شکل ممکن خودشو میرسونه به یه آبادی که اون نزدیک بوده و به مردم میگه چه اتفاقی افتاده بوده. مردم هم همون لحظه پلیس رو در جریان میذارن و پلیس میان اونجا رو میگردن که ببینن بدنش رو پیدا میکنن یا نه. و علاوه بر این که بدن اون پسر بچه رو پیدا میکنن، جسد 2 تا نوجوان دیگر رو هم پیدا میکنن. یعنی 3 تا جسد از توی همون قلعه خراب پلیسا میکشن بیرون توی یه روز. و این 3 تا جسدی که پیدا کردن هر 3 تاشون زیر 20 سال سن داشتن و هر 3 تاشون توی 2 هفته گذشته کشته شده بودن. و این واسه پلیس و مردم خیلی ترسناک بوده. نشون میداده که یه قاتل زنجیره‌ای یا یه مریض روانی اینا رو داره میکشه و هدف خاصی هم از کشتنشون نداره. اینجوری نبوده که بگی اینا به همدیگه وصل بودن، مثلا 3 تاشون برادر بودن، یه نفر با خانواده‌شون مشکل داشته کشته. نه، آدمای رندوم بودن، هر کدوم از یه جا بلند کرده بود و خب این خیلی خطرناکه. 23 بهمن همون سال، یعنی 2 ماه بعد از اینکه اون 3 تا پسر بچه رو پیدا میکنن، جمجمه یه پسر بچه دیگر رو توی پارک لاله پیدا میکنن. پارک لاله‌ای که الان توی تهران هست، اون موقع اسمش میدون جلالیه بوده. توی میدون جلالیه جمجمه یه پسر بچه کوچولو رو پیدا میکنن و دوباره مثل قبلی‌ها شروع میکنن میگردن میبینن بدنش هم میتونن پیدا بکنن، ولی میبینن که بدن این یکی رو اصلا هیچ جوره پیدا نمیشه. هر چقدر میگردن بدنش پیدا نمیشده. و این میگذره تا اینکه 5 روز بعد از پیدا شدن جمجمه این پسر بچه، بدن بدون سر یه مرد 30 ساله رو پیدا میکنن توی یکی از قنات‌هایی که دور و بر همون جنوبش تهران وجود داشته. وقتی که میبینن اینقدر تعداد جسد و بالا رفته، نظمی به خودش میاد میگه نه، مثل اینکه واقعا یه خبراییه، خیلی خطرناک داره میشه، تعداد جسدها هی داره میره بالاتر، چه کار کنیم؟
بیایم یه مقداری کنترل رو بیشتر بکنیم، بگردیم ببینیم یه سرنخی پیدا میکنیم بتونیم قاتل رو پیدا کنیم یا نه. سردار تیمور که مفتش اداره تامینات اون موقع تهران بوده با 43 تا مأمور دیگه شروع میکنن به گشتن دنبال سرنخ تو همون حول و حوالی که جسدا رو پیدا کرده بودن. یعنی هر روز میرفتن میگشتن ببینن جسد جدیدی میتونن پیدا بکنن یا نه. بچه‌ها من تا الان فکر می‌کردم مفتش فوشه و همین الان فهمیدم که از کلمه تفتیش میاد، یعنی کسی که میره میگرده. یعنی به یه نفر میگن مفتش فوش نیست، مفتش. خلاصه که این تفتیش ها و مفتشگری ها ادامه داره تا روز 12 اسفند همون سال که میرسن به یه پیرمرد که داره از توی صحرایی که خیلی هم خلوته و اونجا کسی نباید وجود داشته باشه رد میشه. یه مرد میان سال. این مرد میان سالی که میبینن توی دستش سینی بوده، توی دست دیگه‌اش یه دونه پیت آهنی بوده. پیت آهنی حالا چیه؟ پیت آهنی نمیدونم چجوری بهتون بگم، مثل حالت دبه 4 لیتری در نظر بگیریم ولی جنسش حلبی بوده. این تو دستش بوده، یه دونه سینی زولبیا بامی هم تو این دستش بوده. بعد خب شک میکنم، میگن مرد تو وسط این صحرا به این خلوتی این موقع روز چه کار میکنی با این لوبیا و این پیتی که تو دستته؟ میگه والا من بامی فروشم، این پیتی هم که داری میبینی ابزار کارمه و هیچ کاری هم با کسی ندارم، الانم دارم سمت خونم. میگن خب باشه برو، کاری باید نداریم. تا اینکه فردای همون روز جسد یه پسر بچه رو تو همون قسمتی که مرد میان سالو دیده بودن پیدا میکنن. اینجا یه ذره با خودشون فکر میکنن، میگن نکنه قاتل همین مرده باشه که ما دیروز دیدیم. نمیدونم، بریم بپرسیم. خب معلومه همونه دیگه، خودش اومده با سر و پای خودش پیدا شده، وگرنه از شما که آبی گرم نمیشد. که شروع میکنن دنبالش گشتن که بخوام پیداش بکنن، ازش بازجویی بکنن، سوال بپرسن که نکنه واقعا قاتلی که دنبالش میگردیم همین باشه. هنوزم به شک داشتن و مطمئن نبودن که اون بوده. و 2 روز بعد توی شابدالعظیم پیداش میکنن، همون پیت و همون ظرف بامیه توی دستش بوده و میگن که خب این پیتی که الان تو دستته با این دقیقاً چه کار میکنی؟ ما نشون میدیم داخلش چیه. ازش میگیرنش و میبینن که لباسهای خونی یه پسر بچه داخل اون پیته. همونجا دستگیرش میکنن، میبرنش نظمیه برای بازجویی‌های بیشتر. این حین میرن کاروانسرای رضاخان که از همسایه‌ها در مورد شخصیت اصغر سوال بپرسن، ببینن چطور آدمی بوده، آیا بهش میخوره اصلا قاتل باشه، رفتار مشکوکی داشته یا نه. و همسایه‌ها میگن که هر از چندگاهی با یه نفر میاد تو خونه، شب تا صبح با هم دیگه میمونن، بعدم میگه برادرمه و رفته. مگه میشه آدم اینقدر برادر داشته باشه؟ بعد میگن خب این لباسهایی که ما الان پیدا کردیم برای شما آشنا نیست؟ بعد همسایه میگن چرا؟ اتفاقا چند شب پیش یه پسره رو آورده بود اینجا که این لباسا تنش بود و گفته بود که این برادر منه، از شب تا صبحش هم با هم بودن. و اونجا میفهمن که دقیقاً قاتل خودشه و دیگه مطمئن میشن. بعد از اینکه بازجویی ها رو از اصغر ادامه میدن، اصغر دیگه بعد از چند بار بازجویی شدن اعتراف میکنه، میگه آره این لباسایی که تو پیت من پیدا کردین مال یه پسر بوده به اسم علی که از شهرستان اومده بود تهران کار پیدا بکنه. منم بهش گفتم بیا کنار دست من وایسا با هم دیگه بامیه بفروشیم، ولی بعد از چند ساعت میخواست فرار بکنه. من گرفتمش بردمش خونه و باهاش گیدو به گیدو کردم. و بعد از اینکه باهاش گیدو میگه، حالا بذار بچه‌ها من یه جایی رو یه چیزی رو یادم رفتتون بگم، گیدو به گیدو که من هی میگم یعنی چی؟ ببین چون کلمه اونو داخل یوتیوب نمیتونم بگم، ممکنه گیر بده، من به جاش از کلمه ساختگی و مندرآوری و زیبای گیدو به گیدو استفاده میکنم. خلاصه که میگه آره من اینو گرفتم، داشت فرار میکرد، باهاش گیدو به گیدو کردم، بعد از اینکه بهش تجاوز کردم و کشتمش بردم اونجا ولش کنم که شما روز بعدش منو دیدین. و بعد از این به 7 تا قتل دیگه هم اعتراف میکنه. نه تنها به 7 تا قتل دیگه اعتراف میکنه، به 25 تا قتل دیگه هم توی عراق اعتراف میکنه. یعنی میگه که آره من 25 نفر رو توی عراق که بودم کشتم، اونجا داشتم منو میگرفتن، اومدم ایران، بعد اومدم تهران، 1 2 3 4 5 6 8 نفرم اینجا کشتم. آره. و اعترافش اینجوری نبوده که مثلا استرس داشته باشه، بخواد بترسه، با ترس و لرز بخواد بگه، نه خیلی نرمال، دقیقاً با همین لحنی که من الان گفتم میگفته آره مثلا 25 تا اونجا، 8 تا اینجا، اینا رو من تا الان کشتم و الان در خدمت شما. یعنی در همین حد خیلی بی استرس و نرمال بوده. و بعد از اینکه 1-2 ماه میگذره و همینجوری توی بازداشتگاه بوده، بالاخره دادگاه‌های رسمیش زمانشون شروع میشه و میره اونجا که محاکمه بشه. توی دادگاه که سال 1313 ماه دی و ماه تیر برگزار می شده، اصغر می اومده از خودش دفاع بکنه، می گفته که اینا یه عده بی پدر و مادر بی سر و پای خوشگل بودن که من می کشتمشون. اینا اگر بزرگ می شدن دزد می شدن، جانی می شدن، واسه همین من لطف بهتون کردم اینا رو کشتم. اینا خیلی بی پدر و مادر بی سر و پا بودن که من کشتم.
باید از من ممنون باشین. این بی پدر و مادرها رو من اول توی بغداد پیدا میکردم میکشتمشون، بعد که اونجا داشتم لو میرفتم دیگه اومدم تو تهران، بعد دیدم اینجا هم هستن، اینجا هم شروع کردم به کشتنشون. بی پدر و مادرای خوشگلو خیلی خوشگل بودن، بی پدر و مادرها بی سر و پا. یعنی دقیقاً همینجوری داشته میگفته خوشگلن، بی پدر و مادرن بی سر و پا، عین کلماتشه اصلا. بعد از دادگاه سریعا حکمش میاد و حکمش اعدامه. یک بار اعدام که خب یک بار اعدام برای 33 تا قتل خیلی مجازات کمیه و احساس میکنم نظمیه اون موقع این حکم داده به خاطر اینکه فقط دهن مردم رو بخواد ببنده. گفته آقا اعدامش بکنید بره، مردم خفه خون بگیرن بشینن سر جاشون. یعنی اینجوری بوده اعدامش. و اسقر که حکم اعدامش میاد اعتراض میکنه، میگه من اعتراض دارم، حکم اعدام واسه من خیلی زیاده، من فقط یه عده بی پدر و مادر خوشگل رو کشتم که بعداً قرار بود که سیویلاشون در بیاد اینا دزد و جانی بشن. ولی اعتراضش رد میشه و حکم اعدامش تایید میشه. و اسقر قاتل همچنان خیلی خونسرد و ریلکس بود، یعنی استرس واسه اعدامش هم حتی نداشته. روزی که قرار بوده اعدام بشه فرا میرسه و یه پلیس این طرفشو میگیره، یه پلیس اون طرف دستشو میگیره، میبرنش که اعدامش بکنن و همچنان خیلی خونسرد بوده تا اینکه میره اون میدونو با اون همه جمعیتی که اومده بودن اعدام شدن خودشو ببینن و اون چوبه دارو میبینه، یهو ترس تمام وجودشو فرا میگیره و شروع میکنه به حرف زدن. میگه که من اگر ولم بکنید 2 گوسفند سر میبرن، 2 گوسفند قربونی میکنم، کافی نیست؟ بعد میگن نه و همینجوری میبرنش پای چوبه دار. و همینجوری که داشته تقلا میکرده که اعدامش نکنن، اینا آویزونش میکنن. همین که میخواستن صندلی رو بندازن یهو خیلی پرروتور برمیگرده میگه شما دارید منو به آرزوم میرسونید. من یکی از آرزوهام این بود که مردم رو از بالا نگاه بکنم، همیشه بالا باشم و مردم زیر پای من باشن ببینمشون. الان به آرزوم رسیدم. رضا شاه که اون موقع شاه ایران بوده اینو میشنوه و میگه سر و ته اعدامش کنید. پاهاشو میبندن به چوبه دار، یه حلقه با یه سنگ خیلی بزرگ آویزون میکنن به گردنش و سر و ته اعدامش میکنن. و این بود داستان اسقر قاتل. خب حالا یه مقداری باهاتون حرف بزنم آخر ویدیو. امیدوارم اولا که از ویدیو لذت برده باشید. بچه‌ها یه مشکلی که من داخل ضبط ویدیوها دارم اینه که فکر میکنم که وقتایی که دارم داستان تعریف میکنم خیلی تند و خیلی نامفهوم صحبت میکنم، در صورتی که بعداً که میام ویدیو رو نگاه میکنم میبینم که نه، خیلی هم رسا صحبت کردم و خیلی هم مفهوم و خیلی هم آروم بوده. و این احساسیه که خودم دارم همیشه و این احساس خیلی بده. الان یه جوری هم که توی ذهنم احساس میکنم باید دکمه دوربین رو بزنم شروع بکنم دوباره از اول ویدیو رو ضبط بکنم، ولی مطمئنم وقتی که بشینم ویدیو رو ادیت بکنم میبینم که هیچ مشکلی وجود نداره. و خیلی حرف زدم، 52 دقیقه است دارم حرف میزنم و امیدوارم که اگر لذت بردین از ویدیو لایک کنید، کامنت بذارین، به دوستاتون منو معرفی بکنین، تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنین، دارین آیدیاشو اینجا میبینین. و اینکه اگر کیس خاصی، پرونده خاصی هست توی ایران که دوست دارین من براتون کاورش بکنم و بیام اونو براتون تعریف کنم، تو کامنت ها بهم بگین.